سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و با نزدیک شوی روزانه زمستانه ترانسفری از مطلب‌های اساسی بازار ورزشی رقم اول برایتان رسانه‌ای خواهیم کرد. موضوع اولی ما البته که به دسته محبت صمیمی داشته به خط دفاع در اسپانیا یا خود اتلتیکوی مادرید ربط دارد. با گفته دیگر اتلتیکوی مادرید در روزانه زمستانه ترانسفری با تکیه به اسلوب خودی اولین شده باز هم دفاعگر خرید. این هم دفاعگری منتخب مراکش 23 رادیوان الیال است. سابق بازیگری مونپلیه به البته که بهر کسب تجربه به اتلتیکو به سفربر می شود. بازیگری 20 ساله منتخب المپیک مراکش چون فوتبال بازی آزاد به صف تیم مادریدی پیوسته قرارداد کاری تا سال 2025 مهلت دارد. چطور پیشتر اشاره شد این بازیگر خط دفاعی مونپلیه را نگهبانی نموده از این پس در معرکه‌های دفاعی سیمیونه سینه سپر می‌کند. گزارش ترانسفری دیگری که علاقه پیش از فرارسی سال نو انجام شد این پیوستن آرنور سیگوردسون به بلکبرن و امضاکنی شرطنامه 1.5 ساله با این تیم است. نماینده چمپیونشیپ با نیم حمایتگر 24 ساله منتخب ایسلندیا تا ماه یونی سال 25 همکاری خواهد کرد. تابستان قبلی بلکبرن راورز سیگوردسون را به مهلت 1 سال به اجاره گرفت زمانی که او قرارداد کاری با سسکا را قطع نموده بود. در مسکو بازیگری سرمازدگی از ایسلندیا باید تا ماه یونی سال 24 می‌ایستاد ولی نایستاد. خریداری زیرکانه و خاموشانه و آینده ساز دسته پپ باشد این دعوت بازیگری 15 ساله منتخب انگلیا می باشد. من سیتی با نیم حمایتگر منتخب انگلیا U16 فینلی گوردمن شرطنامه کاری نوشته کرد. بازیگری لیدز یونایتد U18 تا آمدن به شهر منچستر آسمانی رنگ به 3 تاپ دسته پرمیر لیگ انگلیا نه گفته بود. در این مورد البته که هیچ کسی دیگر نه بلکه خودی زاغی خبرکش و معاصر ترانسفری فابریزیو رومانو خبر می‌دهد. با فکرم اگر این بازیگر واقعا هم به قول تالنت باشد پس با تحمل پذیری به مثال فودن در دسته پپ آینده درخشان خواهد داشت. ولی اگر شود او به مثال سانچو از آسمان ستاره طلب کند پس در یگان جا آشی حلال نخواهد خورد. خریداری نسبتاً چشمرس و به قول پرسر و صدا در قیاس به سوداکاری‌های گفتگی این همراه شوی جیان 12 مسی به اینتر میامی می باشد. این خیلی شتاباری دور ولی دوست داشتنی برای مسی البته که سوارز است که علاقه رسما بازیگری اینتر میامی شد. باشگاه آمریکایی رسما اوید گزارشی بازیگری 36 ساله اوروگوئی اعلان نموده. مهمتر از این آن است که این حمله‌ور با سابق همدسته‌های خویش در بارسلونا لیونل مسی، سرژی بوسکتس و ژوردی آلبا همراه می شود. اینتر اعلان نمود که شرطنامه سوارز تا آخر سال 24 مهلت داشته. پیشتر اوید قرارداد کاری زیر نقشه 1+1 می گفتند. سال 23 بازیگر اوروگوئی در صف گرمیوی برزیلی برآمد کرده بهترین بازیگر چمپیونات برزیلیا با 17 گل و 11 پرتافت گلی دانسته شد. در بارسلونا باشد سوارز با لیونل مسی از سال 2014 تا سال 20 برآمد داشته بود. محبت سابق بازیگران بارسلونا از زمره سوارز به مسی را اگر در مقیاس فوتبالی بگیریم این هم فراتر از قصه محبت ایکاردی نسبت واندا نارا بوده. در مقیاس تاریخی باشد لیلی و مجنون اینقدر از برای یکدیگر نمرده بودند که بازیگران بارسا از پشت مسی دویدن میگیرند. اگر یگان کسی از شما عین حال خود را پیر بگیرد یا سال خورده شمارد پس این اندیشه ها را با پرگی فراموش کنید، زیرا در فوتبال مربیان 70 ساله هم امتحانی نو قبول می کنند. این نوبت متخصص 70 ساله ترکی فتیح تریم با وظیفه سرمربیگی تیم پاناتینایکوس تعیین گردید. اطلاع می دهد سامانه رسمی باشگاه یونانی. تریم باری نخست کاری مربیگی را هنوز سال 87 به کار در انکارگوچو آغاز نموده. بعد آن سرمربی تیم گیوستپه بود. سپس به حیث یاوری سرمربی در منتخب ترکیه کار کرده. در ادامه دسته جوانان منتخب ترکیه را تمرین داده بود. 2 سال بعد باشد چون سرمربی منتخب ملی ترکیه به فعالیت پرداخت.
سپس متخصصی ترکی 4 مرتبه گالاتاسارای، 3 مرتبه منتخب ترکیه و 1 مرتبگی تیم‌های ایتالیایی میلان و فیورنتینا را تمرین داده بود. در مسیر مسند بروگی خویش تریم 1 مرتبه غالب لیگ اروپا، 8 مرتبه غالب سوپرلیگ ترکیه، 3 مرتبه جام ترکیه و 4 مرتبه دیگر سوپر جام ترکیه گردید. از جانب دیگر اگر در مسئله‌های زمین‌های جزیروی ترک‌ها و یونانی‌ها تا حال به قول رزبار دارند، ولی به موسف تریم این دخل ندارد، زیرا او در دم پیری هم کارهایش را کردن می‌گیرد. روما اجازه باشد می‌خواهد پیش از مهلت بازیگر پرتغالی دسته رناتو سانچش را به PSG فرانسوی برگرداند. اطلاع می‌دهد ژورنالیست دانیل لونگو. طبق اطلاع سرچشمه روما علاقه با پاریژیان وریانت قطعی قرارداد را بررسی کرده است و خود فوتبالباز هم از وضع خویش در باشگاه ریمی ناراضی است. در بازی دور 16 سری آ با بالونیا 0-2 سانچز در دقیقه 46 به میدان آمد، ولی علاقه بعد 18 دقیقه مربی روما ژوزه مورینیو عوض‌کنی برگشتی بازیگر را دایر کرد. غیر از این بعد این بازی سانچز از هیئت بازی دور 17 سری آ با ناپولی 2-0 بیرون کرده شد. خودی بازیگر بعد این قضیه عکس اساسی صحیفه خویش را در شبکه‌های اجتماعی پاک کرد و همچنین کلی یادداشت‌ها از دسته ریمی را از شریحال خویش بیرون نمود. قهر و غضب یک زمان آینده رونالدو البته که از نالایقی خودش سر می‌زند و اگر چنین طور رفتن بگیرد سانچز را حتی از PSG هم جواب می‌دهند و حتی PSV هم او را قبول نخواهد کرد. حمله‌ور وست هم یونایتد محمد سعید بن رحمه در روزنامه زمستانه ترانسفری میتواند به صف لیون پیوندد. در این باره ژورنالیست اکرم کانور در شبکه اجتماعی ایکس پیشتر توییتر خبر میدهد. به اطلاع سرچشمه باشگاه فرانسوی نیت امضاکنی شرطنامه با فوتبالباز 28 ساله را به اجاره مهلتش نیم ساله با حق خریداری بعدی دارد. بن رحمه در صف وست هم یونایتد از سال 2020 برآمد داشته در موسم جاری در صف بلغاکوبان 19 بازی گذرانید و مؤلف 2 پرتافت گلی است. شرطنامه بازیگر با تیم لندنی تا آخر ماه یونی سال 26 مهلت دارد. ارزش احتمالی فوتبال باز باشد بنا به فرضیه سامانه ترانسمارکت 22 میلیون یورو است. پیشتر عاید اشتیاق لیون نسبتی باز 5 بازیگر دیگر گفته شده بود. لیون که سرآغاز موسم به قول در دم مرگ بود و نمیدانست که چگونه از تهخانه جدول برآید، باید در روزنه زمستانه ترانسفری هرچی بیشتر فعال شود، اگر نه خود بنزما را ضرور می‌آید تا بیاید این تیم را به پا خیزاند. چلسی ناصر از خریداری حمله‌وران در دو دنیا باشد. این مورد نسبت حمله‌ور آزاد الکمار وانگلیس پاولیدس توجه کرده است. اطلاع می‌دهد سن و اطلاع سرچشمه یونانی 25 ساله در این روزنه زمستانه ترانسفری میتواند به چمپیونات انگلیسی گزارش انجام دهد. همچنین نسبت این بازیگر فولخم اشتیاقمند است. پاولیدس به صف آزاد از ویلم 2 ماه یولی سال 21 بر عوض 2.5 میلیون یورو پیوسته بود. شرطنامه بازیگر با باشگاه تا تابستان سال 25 مهلت داشته. به فرضیه ترانسمارکت حمله‌ور 25 میلیون یورو ارزش دارد. موسم جاری پاولیدس 27 بازی گذرانیده 22 گل و 3 پرتافت گلی به آمار گرفته است. عین حال در صف چلسی 3 حمله‌ور مرکزی هستند: نیکلاس جکسون، آرماندو برویا و دیوید واشنگتن. و اگر شماره حمله‌وران به شماره توپ‌ها و پایافزارهای ورزشی در این دسته برابر نشود، دلی تود بولی هیچ آرام نخواهد شد. همزمان حمله‌ور مصری لیورپول محمد صلاح میتواند با تیم انگلیسی شرطنامه نو امضا نماید. چطور ژورنالیست اکرم کانور در شبکه اجتماعی خبر میدهد لیورپول در تمدید کنی شرطنامه با صلاح تا تابستان سال 27 اشتیاقمند است. یادداشت می‌کنیم که فوتبالباز مصری به صف لیورپول از روما سال 2017 پیوسته بود. موسم جاری صلاح در صف تیم انگلیسی 26 بازی در همه مسابقه‌ها گذرانیده با 16 گل و 8 پرتافت گلی از میدان بیرون شده است. ارزش بازاری بازیگر 31 ساله طبق فرضیه سامانه ترانسمارکت 65 میلیون یورو میباشد.
عین حال مرسیسایدی ها در زینه اول جدول پرمیر لیگ موسم 23-24 با 42 خال از 19 بازی می باشند. بازی نوبتی خویش را لیورپول روز دوشنبه 1 ینور دایر می کند. دسته کلوب در میدان خویش با نیوکاسل یونایتد در دایره بازی دور 20 پرمیر لیگ انگلیا سر به سر می شود. من فکر می کنم که در تیم کلوب عین حال بهترش آن است که اگر محمد صلاح را به چمپیونات اولادهایش نزدیکتر گسیل کنند، زیرا وقتی مشاهده ها از بازی با MU، آرسنال و بیورنلی روشن بود که عمل صلاح در خط حمله ضد بازی دست جمعی است و چنین نفران خودپسند را باید به چمپیونات مغروریان تیزترک گسیل کرد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.